علیکم سلام برادر. ما از خیتای هستیم، تاجیکان خیتایی هستیم. کانی چی ما شما را ویدیو خوب تو با خدا از تاجیکان خیتوی هستی؟ بله بله اکا ما تاجیکان خیتایی هستیم. 5 سال شدگی ما یاد گرفتیم، زبان تاجیکی را یاد گرفتیم. واه واه واه. انا که برادر، آیا امکانیت هست که رسم خود رو نشون دهی یا که نه؟ برای چی؟ اگر که شود من میخواهم که تاجیکستانی ها ببینن و بشناسن که ما چخیم ما میدونیم. البته که در خیتوی هستن تاجیکان و باور که من 100% باور دارم که تاجیکان خیلی خرسند میشوند. امکانیت داشته باشی مرحمت، نداشته باشی یگان مشکلی نیست. مرحمت گپ تا دوام ته برادر. انشالله ما لهجه تاجیکی کم ضعیف است. ما زیاد انگلیسی یا دیگر زبان صحبت میکنیم. ما در خیتایی لهجه وخی داریم، تاجیکی. ما تاجیکی میگیم، در دولت چین مرا تاجیک میگه. تذکره ما، شناسنامه ما نام تاجیکی است. بهترین زنده باشید. شما از همون چیز ولسوالی چیز میگن شونا تاجیکان یعنی تاشقرغان نه؟ بله بله تشکر. بله منطقه ما. زبان خیتویه بلدی با فکر میفهمی؟ بله بلد است زبان ما. در خطایی کلان شدم. حاضر ما بزنس میکنیم. خارج آمدم خیلی کشور، یعنی پاکستان، ایران، ازبکستان، تاجیکستان تا هنوز نرفتیم. ما فکر میکنیم که ما تاجیکستان میایم. ما تاجیکی را یاد گرفتیم بین 5 سال شده. او قدر خوب نیست شما. بهترین خداوند نگهبانتون مددگارتون. یک چه میگم اون نفری که همچون ماشاءالله گفته شما برای هم میگم، اون نفری که قرآندان است خوب است، اما اون نفری که حرکت میکند قرآن رو بیاموزد او بهتر است. یعنی اون نفری که تاجیکی هم میداند خوب است، اما اون نفری که حرکت میکند به زبان مادری خودش برگردد او بهتر است. شما برادر نگوید که ضعیف است زبانی من، نه، بهترین هستید برادر. این گپو در کار نیست. گوید که من حرکت میکنم. شما از تاجیکانی که زبان خود رو میدونن بهتر هستید برادر، برای که شما کوشش میکنید که برگردید. فهمیدید؟ و برادر گپ زنید باور کنید من یکم بار است که این گونه با تاجیکان خیتایی همصحبت شدم. من در ارومچی بودم، در پکین بودم، در بیجین، هنجا و اوهانی خیتوی بودم، در ارومچی بودم. در اونجا اویغورها کتی هم صحبت شده بودیم، اما تاجیکای ندیدم. اویغورها دیدم بودم که همین توقیای مسلمانی هم میپوشن، اما اویدی که سلام علیکم میکنی یا که نمیفهمن یا که من خطا کده سلام کردم. خب به هر حال برادر چی گپ خبر بود؟ زندگی چی خیلی است برادر؟ امیدوارم خوب هستی. بله برادر بهترین است. در بین اوگرا سعودی هم داره. در ما خطایی 100%. سعودی داره. اینا حذف شده، زبان خود فراموش کرده. او میدونه چی برادر؟ همو منطقه اویغوریستان امروزه خیتای مرکزش ارومچی نه؟ کاشغر میدونیدن؟ کاشغر. بله کاشگر میدون. او کاشغر او زمین سعودیان است، زمین تاجیکان است برادر. در وقتی که در آنجا تاجیکان بنیادگذاری انا معمار بودن، یعنی بیلدینگ میکردن، در آنجا اویغور و ترک و مغول نبود. او اویغورها پس آمدن. فهمیدید؟ در آنجا مثلا تاقی که هست، تاقی تاجیکان سعودی میپوشن، انا و تاقی تاجیکان سعودی است. در آنجا فرهنگ، هویت، انا تاریخی تاجیکان است برادر. ما ایرا 100% میدونیم و بحث صحبت هم کردن میتونیم، یگان مشکلی نیست. شما خیتایی حرف زدن میتونید؟ بله میتونیم اکا. شما میتونی خطایی؟ ما یادی کلمه میدونم. نی هاو ما یخن خا. نی هاو و نیچا شما مینگز نام شما چی است؟ و چاو علی. وجا علی. نی شو تاجیک ز. 不是，我是塔吉克族，我我是是中国。我你یعنی تو میشه و یعنی من. و شو تاجیک ز. 塔吉克人，不过人。تاجیک جن یعنی ملت.
بله. بهترین خب با ما بگو برادر، در جایی که شما زندگی میکنید، یعنی در همون خیتای، در جایی که تاجیکان هستن، آیا بسیاری تاجیکان یعنی با زبانی پارسی گپ بزنن، یا که شما با زبانی وخانی گپ بزنید، یا که با زبانی چی میگن در اونجا یک چیز دیگه بود؟ سریکولی. بله، سریکولی. بله، اونجا دو زبان دارم. یک زبان است که سرکولی، یک دیگه زبان است واخانی. واخانی بسیار نزدیک لهجه تاجیکی هست. زیاد کلمات تاجیکی هست. ما در چین، ما در خطای نمیگم زبان واخانی، ما میگم تاجیکی، یعنی ما نداره زبان تاجیکی میگم. شما زبانی وخانی از زبانی تاجیکی میگید؟ بله بله، ما خطای در خطای سریکولی ما چی؟ سرکولی هم لهجه یک پامیری هست، لیکن واخانی نزدیک تاجیکی. بله. خب شما با کدامش گپ میزنید؟ با وخانی گپ میزنید با فکرم؟ واخانی هستیم، خیک مردم واخانی. خیک. بله. من راستی گپ معلومات داشتم، کمی خوبتر یادم هست، کمی برومد از یادم. بهترین کار کردید برادر. کاش خدا خیلی جوانانی مثل شما برین زیادتر کند. ما چی کنم میتونیم همون سیچوان بریم، یعنی همون تاشقرغانی تاجیکان رویم، یک با برادران خود یک همصحبت شویم. کاش که اینم خیلی رابطه های بسیارتر شود. شما برادر، کاش که در این گونه استریمای ما بسیارتر بیاد.